به من گفتید، چون قبلش به من گفتن سریع مسابقه انجام میدیم، چون راضی نبودم به زورشون راضی کردم. استرس اینو دارم که رفقا سلام، من آرش هستم. به کانال خودتون خوش اومدید. دوستان من اومدم پیش یه عزیزی به اسم آقا مسلم. اینجوری که معلومه ایشون میگن که با یه جن ازدواج کردن. قبل اینکه مصاحبه شروع بشه ایشون به من گفتن که سریعتر مصاحبه رو انجام بدیم، چون میگن که مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، تحت فشاره. به زور ایشون رو راضی کردم که با هم مصاحبه کنیم، ببینیم که جریان از چه قراره. خب آقا مسلم، میشه از اول جریان بگی که چجوری شد که شما با یه جن ازدواج کردید؟ والا همه چی برمیگرده به 1 سال پیش، وقتی که من رفتم توی کوهستان‌های سمت ییلاقمون. اونجا یه کلبه دارم، بعد رفتم اونجا. فصل سرما هم بود، خودم میدونی دیگه فصل سرما اونجا هیزم و آتش احتیاج. من اونجا رفتم، هم میخواستم به کلبه‌ام سر بزنم. بعد اونجا وقتی دیدم که خب هیزم کم دارم، رفتم جنگل‌های اطراف همون کلبه‌ام. اونجا رفتم که دنبال هیزم بگردم. بعد بیه صدا داریم زیاد حساس نشد، رفتم که هیزم جمع کنم. اونجا واسم یه اتفاق خیلی وحشتناکی افتاد. رفتم توی جنگل، اونجا یه دسته ای دیدم که داشتن کار عجیبی میکردن. واقعا برام خیلی عجیب بود. یه صداهای مثل جشن و عروسی بود، خیلی عجیب بود. یکم هم ترسیده بودم واقعیتش. دیدم صدای عروسی اینا. رفتم جلوتر، دیدم که دارن یه تقریبا 10 نفری میشدن، دور هم جمع شده بودن، داشتن خوشگذرانی میکردن. بعد من یکم رفتم جلوتر ببینم که اونا چیکار میکنن توی زمین ما. بعد دیدم که یکی از اونا من قفلی زده بود که تو باید باشی اینجا، پیش ما باشی، نمیذاش برم. گفتم من کار دارم باید برم، هیزم اومدم جمع کنم برگردم. و اولش اصلا به ذهنم چیزی دیگه بجز این که انسانن و دارن خوشگذرانی میکنن فقط کنجکاو شدم که اینا تو زمین من چیکار میکنن. و دیدم که یکیشون قفلی زده بود، میگفتش تو باید اینجا بمونی، باید بمونی پیش ما، چون اومدی نباید بری. هی اصرار تا اینکه یکیشون یه حرف واقعا عجیبی زد بهم. گفتش که تو نه تنها باید اینجا بمونی، باید با یکی از اقوام ما ازدواج کنی. این حرفی که زد واقعیتش خیلی جا خوردم. گفتش که باید ازدواج کنی. خب من واقعا ترسیده بودم. بعد اونجا بود که یه واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم. دیدم که هی اصرارش داره زیاد میشه. یه لحظه تصمیم گرفتم که فرار کنم از اونجا. دیدم که نمیشه، تعدادشون خیلی زیاد بود. بعد اینجوری شد که حالا اونجا موندم و منو یه جورایی مجبور کردن. یه سوالی از شما دارم. الان شما میگید که با یک جن ازدواج کردید، 1 سال میشه، درسته؟ بعد اینکه میخوام بدونم که شما الان اون حس ترس رو دارید یا ندارید. میشه توضیح بدید، واضح‌تر بیان کنید؟ واقعیتش روزای اول حس ترس خیلی زیاد بود. به مرور زمان اون حس ترس از بین رفت. علتش هم این بود که من یه سری کارا ازش میخواستم، اونا رو برام انجام میداد و یه حس وابستگی ایجاد کرد. به مرور زمان حس ترس کامل از بین رفت و حالا من بهش عادت کردم. صدای ریز داره از پشت میاد. الان اینجاه، پیش ماه. اینجاست الان؟ آره. سمتمون نیاد بعد. نه، من بهت قول میدم که باهات هیچ کاری نداره. چون من فقط واسه مصاحبه اومدم، واسه بیننده اومدم، بعد نمیخوام هیچ اتفاقی واسم بیفته. من هر کاری ازش بخوام اون انجام میده و هر صدایی میشنوی لطفا نترس.
بهت قول میدم که هیچ کاری باهات نداره. سعی کن که حالا قبلش هم بهت گفتم سریعتر جمعش کنی، چون میتونه منو اذیت کنه. بله به من گفتی، چون قبلش به من گفتن سریع مسابقه انجام میدیم، چون راضی نبودم، به زور ایشون راضی کردم، چون ایشون تحت فشارن. میترسی؟ یه ترس دیگه همه میترسن، ولی جوری نباشه که بخواد نزدیک بشه یا آسیبی برسونه. یه ترس چیزی طبیعیه دیگه، همه میترسن. من باور کنیم پشت اون صدای راه رفتن میشنوم. اون نزدیک ماه، همینجا هست. من ازش خواستم که کاری نداشته باشه. خیلی راحت سوالاتو بپرس. من استرس اینو دارم که وای! جلوتر نیا. وای! بسم الله الرحمن الرحیم. لطفا ذکرها رو نگو، چون عصبانی میشه. نزدیک نشو آخه شما. اون فقط حضورش اعلام کرد که لطفا دیگه از این کارا نکن. صدا دویدن داره میاد آخه. لطفا اذیتش نکن. از ترست داره تغذیه میکنه و خوشش میاد. میشه الان دقیقا بگید که همسرتون چند سالشه؟ بله میدونم، دقیقا 480 سالشه. بعد همیشه با هم هستید؟ منظورم در طول روز هستید با هم دیگه یا شبا چجوریه؟ آره کلا در طول روز با همین. کلا پیشمه و تنها چیزی که خیلی برام عجیبه همش بهم میگه که منو ببر پیش قبیلم. خیلی اصرار داره، شاید توی طول روز 4-5 بار بهم بگه و من همش بهش میگم که نمیتونم بیام. بعد بیشتر باهاش ذهنی ارتباط برقرار میکنی یا گفتمانی چجوری؟ وقتی که تنها باشم خب اونجا باهاش گفتاری صحبت میکنم، ولی نه اگه کسی پیشم باشه سعی میکنم که ذهنی باشه. بعد این موضوع بیشتر بهتون اذیت نمیده که مثلا یه نفر پیشتون باشه اون شما رو تحت فشار قرار بده؟ منظورم اینه که من الان پیش شما هستم، شما رو تحت فشار قرار میده، خوشش نمیاد اینجا. بعد چجوری با این قضیه کنار میایین؟ و خب از این برم باید بگم یه چاره‌ای ندارم و یه جوری هم عادت کردم. تا بار نشده که مثلا پیش یک کسی برید که شما رو از این وضعیت نجات بده، کمکتون بکنه؟ چرا اوایل چند بار خواستم که این کار رو انجام بدم، ولی متاسفانه جلومو گرفت و اذیت دیدم داره بیشتر میشه. لطفا بس کن دیگه، دارین تمامش میکنیم. آخرش شما هم بهتره که یا ابوالفضل چی بودون؟ این همش بیقراری اونه. میگه که سعید جمعش کنید که بریم. لطفا جلوتر نیا. فریاد میاد چی؟ بس کن، داری میترسونیش. بسم الله. از یک بدش میاد. فقط داره بهم میگه که سریعتر تمامش کن. فقط میخوام نمیدونم واقعا چی بگم. رفقا مثل اینکه باید مسابقه رو تمام بکنیم، هم ایشون رو اذیت میدن، دیگه نمیدونم واقعا چی بگم. فکر کنم دیگه تا همینجا کافی باشه.